ها شما کینیم؟ مرگ به جون نفتک و نوری تو. چرا به من میگی مرگ نی سلامی نی علیکی نی خوش آمده؟ اشتباه گرفتین خاله. ای خاک تور بخوره. به من میگه که به کجایی به کدوی لعتی. خب من نوشته شد دیگه کار خدمت نمایه بری تو کام دیگه نیه دیگه به بیل کنی. یک بیستی آفرین نیه دیگه بیل کنی. این بیچاره غریبه یکن کنده مادر به وزن داره اونم مایه بده به من. انا نیه دیگه خیره به خاطر آدم خوبی معلوم میشی. آدم یک ساده اینه که من تا حال بیستی عریضه نوشته نکردم. خیر بینین واسه آدم گولی معلوم میشه. آدم ساده ایقا گل پول نه همه گل هر چی فکر میکنی. خیر بینین آن دیگه خدمتی هر وقت عریضه میستی بیا پیش مخوب. خدای پاک بروی عقابه بخو بکنه که هیچ مسلمون بزی و همین بیستی ها را اگه بکار داریم گپی نیه. خیر بینیم خداوند شما خیر بده. خداوند هیچ مسلمون به هیچ رسولی به حکیم و حاکم احتیاجی نکنه. سر رفتون مبارک کن یاره مدیر صاحب دیگه جوان ما مدیر صاحب بله ما بیا دیگه ششتی آخه مدیر صاحب وقت برو اینجا دستش وقت برو اینجا میره من یک کلمه بگم بگو مدیر صاحب اینا میگم بریم بچیم به پیش ارباب صاحب و به پیش وکیل صاحب ما معلم نداریم. ما خود مازه بداییم ما معلم نداریم. خب باید پیش وکیل وقت ادعا کنم بگم شما. آخه ما معلم نداریم. ما وکیل نداریم. اصلا من پیار خود نداریم. وکیل چی میتونم یا ارباب اونجا بسته میگم یاره ما از کی داریم بدونی از این ورد دی دفتر بی دفتر چوب مرد بگی تو بگیری بخیر دیگه شما مولا اما کار خسته کرد مار خوب چوب حالا بده کنه شما نه تل هم داریم خوبه یک 5 تا بیاریم برای رو من لازمه من موتا 5 تا تل خاک نباشه. سلام علیکم. سلام علیکم. در کنار یک از شهروندایی که نام خدا نمیفهمم امیت میدرخشن بلکم بالاخره یک جواب مثبت‌تر بر ما بدن. خیلی معذرت وقت شما چند دقیقه میگیرم. نظر شما ارتباط به می خط راه آهنی که تازه افتتاح کردید چیه؟ آیا خوشبین هستین؟ خوبه به کشور ما و شما یا نه؟ کی خوبه به کشور ما؟ می خط راه آهن که افتتاح کردید. خب شما بیشتر کار بکنین که ما به خاطر که مصرف زیادم معلومات با ما بدین که ما بفهم شما چی میگیم. مثلا خط راه آهن یا می خط ریل کو بدیدین؟ آها همون موتر که سر خود دوت میکنه. بله خیر ببین. همون موتر. بله. خب به نظری من واقعیت بگم کار خوبیه. اما به شرطی که شما اطلاع دارین که اگه به دم شفاخونه بیایید یک بوقی بزنه که هرچی مریضه بپرن به هوا. به خاطری که موترها کلون خورد بوق نمیزنن. بوقا اینا ضعیفه. مثلا اشته بوق میزنن. بوق زنم دیگه مثلا بوق زنن دیگه که مردم عجله اینا پش که از اینجا بوق زنه پول پشتو بشنوه. خونه در کل اینا به تعزی سرکات جانبرا رفتن نمیتونن. و از خوی خط آهنی داره. و منظور من او خط بود. شما نمیفهم متوجه بشدین یا نه؟ خب با کدو کارم سلام استکه. انا خب خنده نداره دیگه شما خنده میکنیم. خب با کارم سلام اینا کسه چرخ موتر باسکل گردی اون پیار ما خری دارم ما میبریم داخل گاراژ استاد میکنیم. ای بزو چی گپ برار من ها یک چیز دیگه صبر کنیم. خیر بده خداوند اینا رو که میت نیکیا کردن بیامده به گنج هم میره را گنج با خاطر که می روزا چهارشنبه همین دوشنبه و پنجشنبه گنج من گفتم که از اینکه پیاده ببریم رمی گوسپندی داریم ببریم اگه خداوند این خیر بده بیامده به می گنج ببریم اینا تا کنه کرای خورم بگیره. این تا اگه بو شده باشه واقعیت به افتخار به ملت ما و شما. یعنی شما افتخار میدونیم؟ ها دیگه ها از اینکه نباشه بس شهر کجا نمیشه رمه دیگه. بگذار که شما می کار افتخار میداریم من افتخار میدونم که شخص مثل شما در کشور عزیزم افغانستان زندگی میکنه. قربان شما زنده باشیم دیگه. این ما دیگه میفهمیم که اینا چیز دیگه کاپوره. ها دیگه خداوند شما خیر. ها دیگه خیر بین. تشکر. بله تشکر. خوبه برو.